روزگاری نچندان دور، مردمانی بر سرزمین زیبا و افسانه‌ای آلاگشیا فرمان می‌راندند که سوار بر اژدهاهای قدرتمند بودند. وظیفه آنها محافظت از سرزمین و خدمتگزاری بود. هزاران سال مردم با خوشبختی و کامیابی زندگی می‌کردند تا اینکه برخی از اژدها سواران دچار غرور و تکبر شدند و برای تصاحب قدرت با یکدیگر به نبرد پرداختند. اژدها سوار جوانی به نام گالباتوریکس با پی بردن به نقطه ضعفشان به همگی خیانت کرد و به خیال خود تمامی آنها را از بین برد، هم اژدها سواران را و هم اژدهاها را. از آن زمان تا کنون گالباتوریکس بر این سرزمین حکم فرمایی می کند. او طی سالها تمامی مخالفان از جمله مبارزان آزادی یا واردنها را از سر راه برداشت. آزادی خواهانی که زنده ماندند به کوهستانها گریختند.